سلام به همگی. من سلیمم و توی این ویدیو قراره بهت یاد بدم چطور بدون کلاس رفتن خودخوان بند اسکور بالای 8 توی اسپیکینگ یا آیلتس بگیری. توی این ویدیو قراره یاد بگیری اسپیکینگ یا آیلتس از چه بخشایی تشکیل شده، چه سوالهایی ازت پرسیده میشه، تکنیک‌های جواب دادن چیا هستن و چطور خودت رو ارزیابی کنی که نمرت بیشتر بشه. ولی قبل از همه بریم سراغ سوال پرتکراری که همه ازم میپرسن و اونم اینه که آیا اسپیکینگ یا آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک با هم متفاوتن یا نه؟ و پاسخ اینه که خیر، هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. چه کسایی که میخوان مهاجرت غیر تحصیلی بکنن و آیلتس جنرال نیاز دارن، چه کسایی که میخوان برای دانشگاه ها اپلای کنن و ویزای تحصیلی بگیرن و آیلتس آکادمیک نیاز دارن، باید بدونن که بخش اسپیکینگ برای هر دو کاملا یکسانه. کلا ساختار این آزمون به شکل یک اینترویو یا مصاحبه است با یک اگزمینر که به مصاحبه شما نمره میده و کلا این اینترویو حدود 10 تا 15 دقیقه طول میکشه. اغلب هم جدا از اون 3 تا بخش دیگه که رایتینگ و ریدینگ و لیسنینگ هستش آزمونش رو جدا ازتون میگیرن، یعنی 1 یا 2 روز قبل یا بعدش. حالا بریم سراغ ساختار کلی آزمون و اینکه اسپیکینگ چه بخش‌هایی داره. ببینید اسپیکینگ آیلتس کلاً شامل 3 بخشه. پارت اول بیشتر حالت سوالات شخصی داره و آسون‌تره و حدوداً 5 دقیقه طول میکشه. توی این پارت که گفتم حالت اینتروداکشن یا معرفی خودتون هست، اگزمینر میاد سوالاتی راجع به شغلتون، محل زندگیتون، علایقتون و روتین روزمره‌تون ازتون سوال میپرسه. مثلا میاد ازتون میپرسه که Do you work or study? Or what kind of music do you like? حالا چطور باید به این سوالات پاسخ داد؟ اگه توی ذهنتون اینه که برای سوال اول مثلا میگم که I'm a student at university یا میگم که I'm an architect. باید بدونید که بند اسکور بالای 5 با این پاسخ‌ها نخواهید گرفت. برای قسمت اسپیکینگ شما باید تا حد ممکن پاسخاتون رو گسترش بدید و یه مقدار به اصطلاح پیازداغش رو اضافه کنید. برای این قسمت میتونید از تکنیک 3 جمله‌ای استفاده کنید. یعنی اول سوال رو پاسخ بدین، دوم دلیل بیارین و بگید چرا پاسختون اینه و سوم مثال شخصی اضافه کنید. یا نتیجه گیری کنید. مثلا یه پاسخ نمره بالا به این سوال این شکلیه. I'm currently studying architecture at university. I've always been passionate about design and creativity. Actually, I used to build model houses with Lego when I was a kid. پس چیکار کردم؟ اومدم اول سوال رو پاسخ دادم بهش، گفتم که I'm currently studying architecture at university. بعد اومدم توضیح دادم که چرا این رشته رو انتخاب کردم و در نهایت اومدم یه مثالی از دوران بچگیم زدم. این از پارت اول. بریم سراغ پارت دوم. پارت دوم یکی از چالشی ترین بخشا برای اغلب زبان آموزاست. توی این پارت بهتون یک کیو کارت داده میشه که به این شکل هستش و یه سوال روش نوشته شده. Describe a person you admire. You should say who the person is, what they look like, what they've done, why you admire them. حدود 1 دقیقه به شما وقت میدن که روی این سوال فکر کنید و یه مداد هم بهتون میدن که اگه خواستین یادداشت بردارین که موقع پاسخ دادن کمکتون کنه. و بعدش که 1 دقیقتون تموم شد باید به مدت 2 دقیقه بدون توقف راجع به اون سوال صحبت کنید و مثل بخش قبلی نیست که هی اگزمینر ازتون سوال بپرسه. باید بتونید به راحتی فی‌البداهه صحبت کنید و به مدت 2 دقیقه پاسخ این سوال رو بدید. و سر همین هم امکان داره که فکر کنید این بخش خیلی ترسناک و چالش برانگیزه. اما این بخش رو هم با یاد گرفتن یه تکنیک میتونید به راحتی بهش پاسخ بدید. و اون تکنیک چیه؟ تکنیک استار. Situation, Task, Action, Result. STAR.
استفاده از این تکنیک باعث میشه پاسخت منسجم‌تر و داستانگونه‌تر بشه و تسلط بیشتری هم روی پاسخت داشته باشی. اگه بخوام یه پاسخ ضعیف به این بخش بدم میتونم اینجوری بگم که I admire my uncle. He's a good man. He's tall and have black hair. He's working in a company and he always helps family. I admire him because he is good and kind and helped me with many things. I like him very much. خب همونطور که میبینید این یه پاسخ پر از غلط گرامریه و از واژه‌های خیلی ساده و تکراری هم توش استفاده شده و هیچ جمله‌ای به جمله دیگه متصل و مربوط نیست و انسجام درستی نداره به همین خاطر. هیچ توضیح خاصی هم داده نشده. حتی این پاسخ تایمش به 1 دقیقه هم نرسید. و بدترین دیسادوانتج برای شما اینه که بخش دوم رو زیر 2 دقیقه تموم کنید. یعنی اینکه بیشتر از 2 دقیقه حرف نزنید و زیر 2 دقیقه حرفاتون تموم شه. اما اگه اگزمینر میاد وسط صحبت کردنتون متوقفتون میکنه و میگه که تایمتون به پایان رسیده، یه پوینت مثبت براتون محسوب میشه. یعنی شما توی زبان انگلیسی تسلط لازم برای صحبت کردن به مدت بیشتر از 2 دقیقه رو دارید. حالا ببینیم یه پاسخ بندسکور بالای 8 به این سوال چجوریه. قرار از تکنیک استار استفاده کنیم. و برای این سوال من میخوام معلم زبان دبیرستانم رو مثال بزنم. فرضاً میگیم مستر امیمی و با سیچویشن شروع میکنیم. پس باید بگیم که اول از همه این شخص کیه، چه شکلیه و کجا باهاش آشنا شدیم و یه مقدار توصیفش کنیم و از لغات سطح بالاتری هم استفاده کنیم. One of the people I truly admire is my high school English teacher, Mr. Amini. خب پس اول از همه اومدم جواب سوال رو دادم، گفتم اون کسی که میخوام دیسکرایبش کنم که خیلی تحسینش میکنم معلم زبان دوران دبیرستانمه، Mr. Amini. He is in his late 40s with salt and pepper hair, always dressed neatly and has a calm, warm voice that puts everyone at ease. خب بعد از اینکه اومدم گفتم این شخص کی هستش، اومدم از نظر ظاهری یک سری توصیفات ارائه دادم. و از کلمات سطح بالا هم استفاده کردم، از اصطلاحات سطح بالا استفاده کردم که نمرم بیاد بالاتر. حالا توی بخش تاسک باید راجع به نقش اون فرد صحبت کنیم. اینکه چه نقشی توی زندگی ما داشته. He not only taught us grammar and vocabulary, but also inspired us to think critically and believe in ourselves. این بخش نشون میده وظیفه اصلی این شخص چی بوده، نقشش چی بوده، تاسکش چی بوده. اما من اومدم تاکید کردم که کارش فراتر از وظیفه معمولیش بوده. توی قسمت اکشن هم ما راجع به کارهایی صحبت می‌کنیم که باعث تاثیرگذاری اون شخص شده. یعنی یک سری رفتارهای خاص و تاثیرگذارش که اون شخص رو به فرد قابل تحسینی تبدیل کرده. What makes him truly admirable is how he always went beyond the textbook, sharing life lessons, encouraging creativity, and helping struggling students after class without expecting anything in return. خب در نهایت میرسیم به بخش آخر یا نتیجه و result. جایی که میایم راجع به اثری که اون فرد روی ما گذاشته صحبت میکنیم. I admire him because he showed me what it means to be kind, wise, and genuinely passionate about what you do. Even now, years later, I still remember his advice and try to apply it to my own life. با این جمله ها میایم راجع به تاثیر بلند مدت اون شخص صحبت میکنیم. الان متوجه شدیم که چطور با این تکنیک، با تکنیک استار، پاسخمون رو از نمره 5 به بالای 8 ارتقا دادیم. اگه میخوای تحلیل و بررسی بیشتری از سوالات اسپیکینگ رو ببینی، لایک و سابسکرایب یادت نره و میتونی توی چنل تلگرامی ما هم عضو شی که به مثال‌ها و تحلیل‌های بیشتری دسترسی داشته باشی. بریم سراغ پارت سوم که پارت آخر هستش و به صورت پرسش و پاسخه. پارت سوم قالب شبیه بخش اوله،
اما خیلی با هم دیگه تفاوت دارن. توی پارت سوم سوال‌ها چالشی‌تر و اغلب انتزاعیه و نیاز به تجزیه و تحلیل داره. برای مثال میان ازتون میپرسن که Do you think famous people are good role models? Or how has admiration changed in your country over the years? برای این قسمت هم باید از جواب کوتاه پرهیز کنید و میتونید از تکنیک پاسخدهی 3 جمله‌ای که توی پارت اول استفاده می‌کردیم توی این قسمت هم استفاده کنیم. یعنی پاسخ بدین، دلیل بیارین و توضیح بدین و در نهایت هم مثال بزنید یا نتیجه گیری کنید. برای مثال برای سوال اول اگه با این روش بریم جلو میتونیم بگیم که It depends on the person. یعنی به اون شخصش بستگی داره، به اون شخص معروف بستگی داره. Some celebrities raise awareness about important issues like mental health or education, which makes them great role models. But others might promote unhealthy lifestyles, so it really depends on their actions, not their fame. اول اومدم پاسخ رو ارائه کردم، گفتم که به شخصش بستگی داره، بعد هر دو جنبه اون افراد معروف رو هم بررسی کردم و در نهایت یه نتیجه گیری انجام دادم. پس این بخش رو هم متوجه شدید که سوالهاش به چه شکل هستش و به چه صورتی باید بهش پاسخ بدیم. خب حالا سوال پیش میاد که اگزمینر بر چه اساسی به شما نمره میده؟ برای بخش‌های مختلف آیلتس ما جدول کرایتریای آیلتس رو داریم که معیار نمره دهی اگزمینر به شماست. بخش اسپیکینگ 4 تا معیار متفاوت داره که هر کدوم 25% از نمره شما رو شامل میشن. بخش اول Fluency and Coherence. اینکه چقدر روان و منسجم صحبت میکنید. Number 2 Lexical Resource. دایره لغاتتون چقدره؟ چقدر از کلمات متنوع و پیچیده میتونید استفاده کنید؟ Number 3 Grammatical Range and Accuracy. از چه ساختارهای گرامری استفاده میکنید؟ آیا میتونید جمله پسیو و اکتیو بسازید؟ آیا میتونید در زمان افعال مختلف استفاده کنید یا از جمله‌های شرطی استفاده کنید؟ Number 4 Pronunciation. تلفظتون قابل فهمه؟ استرس کلماتتون رو جای درستی میذارید یا نه؟ خیلی ازم میپرسن که باید لهجه‌مون امریکن باشه یا بریتیش و پاسخ اینه که هیچ کدوم. مهم لهجه‌تون نیست. مهم درست و واضح تلفظ کردنتونه. مهم اینه که کلاریتی داشته باشین. برای هر کدوم از این قسمت‌ها هم نیازه که تمرین داشته باشین. حالا اونایی که دارن خودخوان جلو پیش میرن ممکنه توی تمرین کردن دچار اشتباه بشن ولی کسی نباشه که تصحیحشون کنه یا بهشون فیدبک بده یا پارتنر زبان نداشته باشن. برای این کار میتونید از یک سری ابزارهای رایگان هوش مصنوعی استفاده کنید. مثلا از چت جی پی تی بخواید نقش اگزامینر رو بازی کنه یا از تومی ای آی استفاده کنید. برای تقویت اسپیکینگتون هم سعی کنید که هر روز راجع به چند تا موضوع مختلف به انگلیسی صحبت کنید و خودتون رو ریکورد کنید. از سوالات کتابای کمبریج هم میتونید استفاده کنید و به مرور با مقایسه ریکوردهای قدیمی و جدید متوجه پیشرفتتون میتونید بشید. تنها راه موفقیت شما توی این مسیر تمرین و استمراره. خب اینم از آموزش کامل اسپیکینگ آیلتس. امیدوارم تکنیک ها و مثال هایی که گفتم کمکت کنن که با اعتماد به نفس توی آزمون حاضر شی و بهترین نمره رو کسب کنی. اگه نکته دیگه به ذهنت رسید یا سوالی داشتی، خوشحال میشم توی کامنت ها مطرحش کنی. تا ویدیوی بعدی، بدرود.